навиди бомдодии است از رادیو آزادی که امروز 3 ایون تقدیم شما بینندگان عزیز می شود. امیدوارم روزتون با برور باشد و صحت و سلامتی. ساعت به وقت پراگرا و 7 صبح و من آماده هستم خبرهای تاجیکستان و جهان رو برای شما برسونم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر میدهد که شومی دیروز 237 تاجیکستانی که بنابر بسته بودن مرزها در گذرگاه ژیبک ژولی بین مرز دولتی قزاقستان و ازبکستان درمانده بودند به وطن برگردانیده شدند. وزارت به مقامات این دو کشور برای مساعدت فوری در تشکیل دالان ترانزیتی مستقیم و تامین شرایط برای شهروندان تاجیکستان با مقصد عبور بی ممانعت سرحد اظهار سپاس کرده است. یادآور می‌شویم ده شهروند تاجیکستان با نیت بازگشت به وطن چندین هفته بود که در مرز قزاقستان جنوبی و ازبکستان در 800 کیلومتری شهر الماتو بند مانده بودند. هر دو کشور با سبب پاندمی کرونا ویروس نو در شرایط حالت فوق‌العاده به سر میبرند و مرزها بسته است. خب در میان مهاجرین درمانده در مرز از جمله 17 کودک و 14 زن نیز بودند. کارمند کنسولگری تاجیکستان در الماتو روز 1 ایون به رادیو آزادی گفته بود که برخی از شهروندان تاجیکستان 2 ماه پیش به گذرگاه مرزی آمده درماندند و دیگران تدریجاً 3-4 نفری هفته‌های اخیر در اینجا جمع شدند. قزاقستان بعد از روسیه کشور دوم برای مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان است. بر اساس سازشنامه مهاجرت کاری تاجیکستان و قزاقستان سال بیش از 40,000 شهروند تاجیکستان حق کار بر اساس کوتا در این کشور آسیای مرکزی را دارند، ولی با باور کارشناسان شمار واقعی شهروندان تاجیک جویای کار به مراتب بیشتر از آمار رسمی می باشد. شب گذشته در شهرهای ایالات متحده آمریکا اعتراضهای آسایشته روزانه شبانه به خشونت و غارتگری تبدیل یافتند. دیروز یکی در شهرهای آمریکایی قیود شبگردی جاری نمودند، ولی اعتراضگران همانا به کوچه برآمدند. پرزیدنت دونالد ترامپ از رئیسان ولایت‌ها درخواست نمود که در کوچه‌ها گارد ملی را جایگیر کنند، وگرنه او در مقابل اعتراضگران از ارتش استفاده میبرد. در گرد و اطراف واشنگتن و به ویژه قصر سفید سربازان جایگیر شدند. 1 ایون پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور اعتراضگران را از نزدیکی قصر سفید بیرون کرد. اعتراضهای آمریکا بعد مرگ آمریکایی سیاه‌پوست جورج فلوید 46 ساله در شهر مینیاپولیس ایالت مینیسوتا در تاریخ 25 می آغاز یافتند. طبق گزارش‌ها افسر پلیس زانویش را روی گردن فلوید گذاشته 9 دقیقه زیر کرد. او در نتیجه نفسگیر شدن به هلاکت رسید. دادگاه نویه خراسان ولایت ختلون 3 ساکن نویه را برای حمله به خبرنگار آزیا پلوس عبدالله غربتی جریمه بست. وکیل مدافع عبدالرحمن شریفов گفت حمله‌وران به میده و بوشی گنه‌بار شدند و هر کدام به پرداخت 580 سومانی موظف گردیدند. قرار دادگاه روز 2 ایون صادر شد. عبدالله غربتی 29 می وقت برای تهیه گزارش ویدیویی به محل سیل زده در نویه خراسان رفته بود مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفت. سیل و لغزش که در روزهای 14 و 15 می در جماعت صدرالدین عینی نویه خراسان 10 خانه را پره و 10 منزل دیگر را قسما ویران کرد و باعث به مرگ 2 نفر شد. فعلا بیش از 30 خانواده در خیمه ها به سر میبرند. عبدالرحمن شریفov میگوید پیش از مرافعه شناسایی حمله‌وران صورت گرفت و عبدالله غربتی آنهایی را که او را زیر مشت و لگد گرفته بودند شناخت. آنها ساکنان نویه خراسان سهراب بابایف، عبدالمجید دولتov و قربانعلی غلامov هستند، افزود او. به قول وکیل مدافع حمله‌وران در مرافعه گفتند آنها عبدالله را با دستگاه ثبت دیده خواستند ساکنان خیمه ها را به نوار گیرند. بین آنها ماجرا برخاسته است و یکی از آنها غربتی را زده است. آنها گفتند از ویدیوی زنی که در کوچه گریه میکرد عصبی شده بودند. عبدالله غربتی شب 2 ایون در بیانیه گفت با قراری دادگاه نویه خراسان یعنی تعیین جریمه به مبلغ 580 سومانی برای تحقیر، تهمت و لطوکوب بنده در وقت ادای وظیفه کسبی روزی نیستم و افزود از روی قرار دادگاه شکایت میکند تا حمله‌وران را با جرم دخالت به فعالیت کسبی من به بررسی بگیرند. خب بینندگان عزیز در دوام روز ما به این موضوع باز برمیگردیم.
وزارت تندرستی توجیکستان روز 2 ایون گفت در تقریبا یک هفته اخیر کسی از بیماری کووید 19 نفافتید. شماری رسمی جانباختگان از کرونا ویروس نو در توجیکستان 47 نفر می باشد. این در حالی است که در فهرست غیر رسمی یا آلترناتیوی قربانیان کووید 19 و التیوبیشوش نام بیش از 400 نفر درج شده است. در یک هفته اخیر نام بیش از 20 کس را به این رویخط وارد کردند. فهرست را بر پایه خبر رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و اطلاع نزدیکان آماده کردند و بخشی از آن پورا تصدیق شده، قسمت دیگری آن در حال درست‌سنجی است. دسترسی به این رویخط در توجیکستان محدود می باشد. این است که شبهه ها به آمارهای رسمی زیاد است و بسیاری ها میگند مقامات نه همه حقیقت را درباره کرونا ویروس بیان می‌دارند. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان میگن در شبانه روز گذشته 87 مورد نوی گرفتاری به کووید 19 را ثبت کردند و شمار عمومی بیماران تا 2 ایون به 4100 نفر رسید. به اطلاع رسمی تا این دم 2217 کس شفا یافتند. مقامات میگن در شفاخانه ها 1612 نفر زیر نظارت پزشکان هستند و در شبانه روز آخر 393 نفر را پس از صحت شدن به خانه هایشان جواب دادند. ستاد جمهوری مقابله با کووید 19 در توجیکستان روز 1 ایون خبر داد که سرایت کرونا ویروس در بین اهالی مملکت به مراتب کاهش یافته به سطح پایین رسیده است. به اطلاع منبع اکثر شفاخانه ها از جمله قریه بالا بعد کارهای ضد عفونی با ترتیب مقرری کار میکنند. اما برخی از ساکنان میگویند هنوز هم بیماران زیادی در خانه های خود طبابت میگیرند و نباید خالی شدن بیمارستان ها به معنای پوره از بین رفتن خطر کرونا ویروس نو معنی داد شود. یادآور میشوم که تاجیکستان 30 اپریل موجودیت کرونا ویروس را اعتراف کرد. تا آن زمان مرگ پیامی برخی از ساکنان و افزایش شمار بیماران را در شفاخانه ها به التیوبیشوش ربط میدادند. دیروز رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیض به عیادت بیماران کرونا ویروس یا خود کووید 19 که در بیمارخانه ولایتی بستری گردیدند رفته است. رئیس ولایت از وضعیت بیمارخانه ولایتی دیدن نموده با بیماران صحبت آشکار داشته است. ضمن صحبت بیماران از شرایط بیمارخانه از جمله کم بودن تعداد حاجتخانه ها، به طلبات جوابگو نبودن رخت خواب و نارسایی گرمکنک‌های برقی شکایت کردند. رئیس ولایت به مسئولین تندرستی و رئیس مالیه ولایت سپارش داده است در مدت کوتاه‌ترین این کمبودی ها را برطرف نمایند. در عین زمان بیماران گفتند که در مسئله طبابت رایگان و تامین داروواری برای طبابت بیماری کرونا ویروس مشکلات ندارند. بیمارخانه مرکزی ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد کاهش یافتن بیماری سرایتی کرونا ویروس و رخصت نمودن آخران بیمار به تعمیر کاپیتالی فرا گرفته می‌شود. خود یادگار فیض رئیس 59 ساله ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز هفته گذشته با همسرش در یکی از بیمارخانه های شهر خاروق بستری بود. به گفته خودی او وی به طبابت ضد ویروسی فرا گرفته شد. مولوی ایاز نیوزی خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان و یکی از علمای سرشناس افغانستان کشته شد. وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت نیوزی در ترکیش شام 2 ایون بر اثر جراحتی که برداشت جان باخت. ترکیش در مسجد وزیر محمد اکبرخان رخ داد. ریاست جمهوری افغانستان با صدور اعلامیه ترکیش در مسجد را محکوم کرد. در اعلامیه به نقل از رئیس جمهور اشرف غنی گفته شده است حمله های تروریستی بر مساجد و شفاخانه ها و افراد ملکی جنایت جنگی است. طالبان دست داشتن خود را در این حمله رد می‌کند. مسئولیت حمله را تا هنوز گروه دیگری بر عهده نگرفته است. شهر کابل در این اواخر شاهد افزایش یافتن ترکیش ها بوده است. در یکی از این انفجارها در هفته گذشته ماشین کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید هدف قرار گرفت. در آن حادثه 2 نفر کشته، 6 کسی دیگر زخمی شدند. مسئولیت حمله را گروه تندروی دولت اسلامی یا خود داعش بر دوش گرفت. ضمن سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که صرف نظر از امضای سازش با ایالات متحده آمریکا، جنبش طالبان افغان با شبکه تروریستی القاعده رابطه زیست دارد. طالبان این گزارش را به اساس می‌نامند. طبق سازش با ایالات متحده آمریکا، طالبان عهده‌دار شدند که با گروه‌های جنگجوی دست به گریبان شده با کسی امکان ندهند که خاک افغانستان برای حمله بر ضد آمریکا و متفقانش استفاده شود. سازمان ملل متحد می‌گوید در زمان مذاکرات با ایالات متحده آمریکا، طالبان دائما با رهبران القاعده مشورت نموده به آنها کفالت دادند که روابط تاریخی آنها احترام کرده خواهد شد.
агенти мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон мегӯяд ки Саид Мумин Давлатов мутахассиси пешбари шаҳрдории Кӯлоб аз 13 шаҳрванд бо ваъдаи ҷудо кардани замини назди авлигӣ 148 000 сомонӣ пора гирифтааст. و جمعیت هلال احمر در موافقه با حکومت تاجیکستان برای 500 نفر کودکان یتیم کمک پولی هر ماه پرداخت خواهد کرد. طبق قرارداد همکاری بین جمعیت هلال احمر تاجیکستان و مرکز شاه سلمان اوید به امداد و کارهای بشردوستانه شایگری عربستان سعودی به یک نفر یتیم در ماه $100 آمریکایی تعیین کرده شده است. این مبلغ با در نظر داشت قرب اسعار ملی در روز پرداخت مقرر کرده شده است. این کمک پولی مدت 1 سال به یتیمان تاجیک داده می شود. یتیمان از نوعهای مختلفی ولایت ختلان انتخاب گردیدند. کمک مالی طریق امانت بانک به صورت حسابی کودکان انتقال شده برای تامین حفظ سلامتی آنها مواد خوراکه و اشیا و اسباب خانه‌اش پیش بینی گردیده است. و حالا برای شما بینندگان عزیز از قرب اسعار خارجی میگویم که از طرف بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 10 سومانی و 27 درم است. 1 یورو 11 سومانی و 49 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 148 سومانی و 40 درم تعیین کرده است که نسبت روز گذشته 2 سومانی بیشتر می باشد. این چند خبری بود که برای شما گفتم بینندگان عزیز و بعد از 3 ساعت دیگر با خبرهای تازه شما رو منتظرم. در همینجا تا اون دم خدا نگهدارت.